بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد رحمه الله تعالى، والشرح لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند دليل الصيام، وقول المؤلف: ودليل الصيام قوله تعالى. صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دلیل صیام، دلیل روزه آن است که الله سبحانه و تعالی فرمود: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، کتب به معنای فرض است، بالای شما روزه گرفتن را فرض گردانیده شد، یعنی بالای شما روزه فرض شد. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانه که همان روزه را فرض گردانیده شد به کسانی که قبل از شما بودن. اکنون از این معلوم میشد است که این روزه یک عبادتی بود است که خاصه به امت محمد صلی الله علیه وسلم نبود است. این روزه گرچنده که مثلا ممکن به دیگر صفت ها هم باشد، بعضی عبادت ها معلوم میشد است که نام همین روزه در دیگر قوم و در دیگر امتانی پیش از پیغمبر علیه السلام وجود داشت است، اما صفتی او چه خیلی به ما خبر آمده نیست. مثلا از این برمی آید که روزه این نه فقط برای شما است، همچنانه که برای دیگر امتان پیشین فرض شد، برای شما امروز فرض شد. لعلکم تتقون، یعنی لعل خطا است ما بگوییم که شاید که شما تقوا بکنید. لعل در کلام الله سبحانه و تعالی برای تعلیل است. معنی چی است؟ تعلیل، علت، سبب روزه را بالای شما فرض گردانیدن آن است که شما تقوادار شوید. گفتن به سبب روزه گرفتن شما از الله تقوا بکنید. معنای تقوا این است که جعل الشیء وقایتا تقیک من عذاب الله، همین روزه را تو یک پرده، یک سپر قرار میدهی که روزه را تو برای خود یک سپر و یک دیوار قرار میدهی که این دیوار تو را نگه می‌دارد از عذاب الله سبحانه و تعالی. به همه معلوم است که الله سبحانه و تعالی یک عذاب دارد، یک آتش است. عذاب الله سبحانه و تعالی این آتش است. اعوذ بالله. وقال الشارح حفظه الله تعالى: الصيام لا يجب الا على المسلمين. شیخ می‌فرمایند که روزه تنها به مسلمان ها واجب است. واجب رو به معنای مثلا به اصطلاح مذهب ابی حنیفه نگفته شده نجا، چون که در اصطلاح ابو حنیفه واجب رتبهش از فرض هم پایان‌تر است، اما از روی نقطه نظر اصطلاح عمومی علمای اسلام بگیم، یعنی که امام ها بگیم، واجب از فرض یکم فرقیت ندارد. یعنی شیخ گفته شده که روزه واجب نمی شود، یعنی که فرض نمی شود. تو که مثلا که حنفی مذهب بودیم و همین اکثر مردم خدا که مثال در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، باید که ما فهمونیم که روزه فرض است. گفته معنا هم خوبتر میشه. زیرا اگر بگیم که روزه واجب است، بگیم ممکنه حنفی مذهب ها خدای من شما رو فهمن که روزه چه میگه واجب است. یعنی روزه فرض است علی المسلمین، بر مسلمانان. اما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. شیخ میفرمان که اما کافر ها چی؟
اما کفار اگر فعلوه روزه رو انجام دهن، یعنی روزه بگیرن، از ایشان روزشان درست نیست. تا کدام وقت درست نیست روزشان؟ تا شهادت ندهند که نیست اله بر حق مگر الله و محمد رسول الله است. تا همین کلمه شهادت اعتراف نکنن، از ایشان روزه گرفتن درست نیست. روزی اونها مقبول نیست، درست نیست. ما داموا على الكفر فانهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام. تا اون لحظه که ایشان در کفرن، تا همون یعنی قبول نشدن روزه از کافرها تا کدام وقت؟ تا اون وقتی که ایشان در کفرن. بس بدونستی به ایشان عبادت هم فایده نمی کند، نه روزه نه غیر روزه. یعنی یگون انواع عبادت از ایشان و ایشان سود نمی بخشد. ولذلك خاطب به المؤمنین خاصه لانهم هم الذين يستجيبون. بخاطر همین است که الله سبحانه و تعالی بر روزه مؤمنان را خاصتا چیکار کرد؟ خطاب کرد. یا ایها الذين آمنوا، ای کسانی که شما دارای ایمان هستید. لانهم هم الذين يستجيبون، چون که همانها هستند دعوت پروردگار یا که ندای پروردگارشون چیکار میکنن؟ اجابت میکنن، لبیک میگن. و هم الذين يصح منهم الصيام، چون که همانها هستند از ایشان روزه گرفتن درست میشه. و یقبل منهم الصيام، و از ایشان روزه را قبول کرده میشود. کتب علیکم الصيام معنی کتب فرض. معنی کتب شیخ میفرماید که فرض است، فرض گردانیده شد، فرض کرده شد، یعنی الله فرضش کرده است. مثل قوله تعالی کتب علیکم القتال، این همانند قول الله سبحانه و تعالی است که در دیگر آیه فرمود که کتب علیکم القتال، برای شما مبارزه کردن، جنگ و جدال کردن فرض شدگی است، یعنی مبارزه بردن، جهاد کردن. یعنی فرض علیکم القتال، قتال برای شما فرض شده است. فالكتب في كتاب الله معناه كما كتب على الفرض. کتب میگوید در کتاب الله سبحانه و تعالی هر جا که مثلا کلمه کتب کتب باشد در کتاب الله سبحانه و تعالی به معنای چی است؟ فرض است. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانه که بالای کسانی که یا امتانی که قبل از شما بودن فرض گردانیده شد. ای کما فرض علی الذین من قبلکم من الامم، یعنی چنانه که فرض گردانیده شد روزه را بالای کسانی که قبل از شما بودن از دیگر امتان. فدل على ان الصيام كان معروفا عند الامم السابقه، این دلیل شده ایستاده یا که دلالت کرده ایستاده است که روزه یک معروف بوده است، یک عبادتی مجهول و نافهمه نیست، این معروف بوده در نزد امتان پیشینه. وقتی که شما من روزه دارم بگوید دیگه باید یهود فهمد روزه چی بوده نشه. وقتی که شما گفتید که من روزه دارم، نصرانی ها میفهمند، زیرا که اگر واقعا از دین پیشینی خود آگاه باشد باید که فهمد روزه گرفتنی من و شما مسلمین را. فی شرایع القدیمه، یعنی که این روزه در شریعت های پیشینه که بوده است معروف بوده است. ولم تختص به شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روزه خاص به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم نبوده که بگیم که این خاص به قانون محمد صلی الله علیه و سلم است. والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات. نفس بعضا میگود وزینی ها میکشد، قد در اولی فعل مضارع داخل شد و معنی گاه ها میشد. نفس گاه ها وزینی ها میکشد، زحمت ها میکشد. چیکار کردن رو؟ روزه گرفتن رو. چرا وزینی میکشد؟ لما فيه من کبح جماحها، برای خاطر در روزه یک چیز بودن است، در روزه یک چیزی هست که نفس وزن طاقتی برداشتی او ندارد. اما کبحش رد کردن، جماح گفته غلبه، زیرا در روزه چی بوده است؟ رد غلبه نفس است. فهمیدید؟ وقتی که من و شما روزه‌دار که هستیم، نفس ما آب میخواهد، نفس ما خوراک میخواهد، نفس ما مثلا یعنی که
مثال شهوت میخواهد مثلا، اما روزه باشد روزه از همین ها منع میکند خودم. اما غیر است در این حین غلبه، یعنی که غلبی نفس که روزه نگه میداره، نفس پشتی روزه چی میبیند؟ قد تتثاقل، بعضا وزنینی ها میکشد. و منعها من الشهوات، برای خاطر منع کردن روزه چرا؟ نفس را از شهواتش لجام شهوت میکشد. برای خاطر همین است که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند ای جوانان، کسی از شما یعنی که قدرت آیله‌دار شدن داشته باشد، جماع دستش بیاد و خوراندن و پوشیدن دستش بیاد، اگر زن گیرد گفتن. و کسی که قدرت اینو نداشته باشه چیکار کنه؟ گفتن روزه بگیره. لیکن متاسفانه جوانای اون داشت روزه نمیگیرن. غیر از روزی ماه رمضان میبینیدش که در روز پنجشنبه را در سخن در پیشش شد، دیگه در روز دوشنبه را باید که روزه گیرد جوان. بیزن باید که خصوصا در این زمان فتنه باید که جوانایی که بهترین روزه کدام روزه است؟ روزه داوود است علیه السلام. چقدر بوده روزه داوود؟ یا روز میخورد است و یا روزه میداشته. یا که مثلا اقلا روزه دوشنبه روزه پنجشنبه میگیرن خوب میشن. نه این نفس نگه میدارد. نه که بود که مثلا من، ولی اگر گفتم اونت که من روزه را نگیرم که انشالله خودم نگه میدارم، بله همون جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که همین حدیث گفتگی است و خودش ناصر میدونه، صاحب شریعت میدونه که برای من گفته است که روزه شهوت میشکند. رو بگو که خونه داره همش. والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه. الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که این سنت وی هست در میان مخلوقاتش، یعنی بندگانش، مردمش. الله سبحانه و تعالی بیان کرد که این روزه چی است؟ سنت الله است. سنت به معنای طریقت، راه الله است، قانون الهی. و انه على جميع الامم، این قانون الله است که یعنی هم روزه برای جمیع امت است. حتی فی الجاهلیه کان الصيام معروفا، حتی در دوران جاهلیت روزه معروف بود. وقتی روزه میگفتن آدما مثلا گیرن او رو بیگانه نمیحسابیدن، میدونیم روزه چیه. کانوا یصومون یوم عاشورا، روزی عاشورا را روزش می‌داشته بودن در دوران کدام جاهلیت. لعلکم تتقون، ما گفتیم که شاید نمیگیم، یعنی تا شما تقوا دار شوید. لاجل ان تتقوا، تا شما تقوا دار شوید. گفته هذا بیان للحکمه من الصيام، این بیان کرده ایستاده است. همین لعلکم تتقون بیان کرده ایستاده، تفسیر کرده است حکمت از روزه گرفتن رو چیست. اگر شما رو یکی از حکمت‌های روزه رو برای من ذکر کنم، یک حکمت گو. روزه بسیار حکمت‌ها دارد، یعنی فایده ها دارد. یک تشبوه تا اقلا باید شما گوید که لعلکم تتقون، گفت الله تا شما تقوا کنید. یکی از حکمت‌های روزه چی است؟ تقوا است. هزار آدم اگر مثال گیریم خلاصه گرفتن نتونه از آیت، باید همین اقلا گفتن است. اگر همین ندونه من نمیدونم که سبحان الله یک چیز اگر انسان، بله بعضی عبادات است که حکمتش پوشیده است در من شما، بعدا آشکار شدنش ممکن است. هر یک چیز انسان اگر حکمتش دونه، دیگر رغبتش به همون چیز زیادتر شده میگیره. تقوا بوده سبحان الله، من تقوا کافت گشتیم. من تقوا الله دو میفرماید که لعلکم تتقون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، گفته است. من چه تقوا؟ این تقوا روزه بوده است گفته اقلا روزه گیری سر بوده. فلعلکم تتقون بیان للحکمت فی مشروعیت الصيام. شیخ میفرماید که لعلکم تتقون این بیان کرده ایستاده است حکمت در مشروعیت روزه. مراد از مشروعیت یعنی قانونی گردیدنی، یا که در شریعت آمدنی روزه حکمتش این چی بوده است؟ تقوا. لعلکم تتقون است. و هو انه یسبب التقوا، یعنی این روزه باعث تقوا است، سبب روزه تقوا میشه است. لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته، مألوفاتی منصوب است و برای غیر چی، برای خاطر جمع معنی سالم بودنش جرش و یش کنیم چی و کسرش کنیم. و شهواتی،
و مرغوبات تقربا الى الله سبحانه و تعالی. زیرا اینکه روزه یترک به انسان به طفیل او، یا که به یاردم همون روزه ترک می‌کنه. چرا؟ مألوفات، هر چیزی که به اون الفت گرفته است، شهوات، هر چیزی که به او نفسش میکشد، شهوت دلکش دارد، و مرغوبات، هر چیزی که رغبتی آن دارد، دلکشی آن دارد، دوست داشته او هست، از او چیکار می‌کند؟ خودش می‌دارد. برای چی می‌دارد؟ تقربا الى الله سبحانه و تعالی. مقصد از همینا را نگه داشتن چه؟ با الله روز از روز نزدیک شدن. تقربا الى الله فیکسبه التقوا. بس او را فیکسبه التقوا را میشد مثلا انسان بهره بر نگرداند، بهره آور، فایده آور نگرداند. چی؟ به انسان فایده میبخشد. چرا فایده میبخشد؟ تقوا را. کما انه یکسر ایضا شهوة النفس و حدتها. چخیلی که روزه نیز میشکند شهوت نفس را و تیزی آن را. تیزی آن، حدت گفتم تیز را میبینه ایسی نفس تیز شد. لأن الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. چون که شیطان از فرزند آدم در گذرگاهی خونش حرکت میکنه. فهمیدید؟ شما تصور کنید که وقتی که انسان خورد و خوراک شهوتش که زیاد شدن گرفت، حرکت گردش خون زیاد شدن میگیره. وقتی که گردش خون که زیاد شدن گرفت، تصور کنید که شیطان، برای شیطان شما راه گشاده یگون هم، یعنی که هر چی که صد راه شیطان به شما گشاده بیمرال و حرکت کرده شما رو در فتنه و در دیگه کارا زدنش ممکن است. فمع تناول الشهوات يتسلط الشیطان. پس با دست دادن شهوات ها، انجام دادن کارهای دلکش و شهوت آور، شیطان چی شده؟ یتسلط یعنی که سلطنتش بالای تو راه بری کردن میگیره، گپش در تو گذروندن میگیره. و مع ترک شهوات یضعف مجرى الدم. و با وجود ترک شهوت ها، ترک شهوت گفتیم که آب هم شهوت هم داخل میشد، نه خوراک هم، زن هم در شهوت داخل میشد، نه مخیل است یکی بیرون نگاه کردن، یک چیزی دلکش تماشا کردن، نه. و به ترک این چیزهای شهوت آور گذرگاهی خون چی میشه؟ ضعیف میشه. فیطرد الشیطان عن المسلم. بس مسلمان را یعنی سر کرده، بله، شیطان را از مسلمان سر کرده می شود، دفع کرده می شود. ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. میفرماید بس خلاصه در روزه حصول تقواست، به دست آوردن یا که نائل شدن تقواست، همان تقوایی که او جمع آوری تمام خیر، همه خیر را در درونش فرا میگرفتگی، مثلا او را تقوا میگوید. تقوا خلاصه یک چیزی است که تمام نیکی ها در درون وی هستند. آدمی که وی واقعا متقین باشد، اگر در واقعا یعنی که اگر انسان متقی باشد، تقواداری واقعی باشد، در درون او روزه را میبینید، در درون او ایمانی به غیب میبینید، ایمان به کتاب ها رو میبینید و مما رزقناهم ينفقون رو میبینید. همه خصلت‌ها برای میگه که تقوا این یک رتبه بزرگ است که در درون هر خیر چشم داشتن ممکن است. امیدوار شدن یک انسانی که اون متقی باشد، اگر از وی هر کاری خیر امید کرده میشه ان شاء الله. هدی للمتقین، قرآن هم نه هر کس راه نشون میده، هدی للمتقین راهنما است، فقط متقین میگوید. بعد میگه صفاتش چی است؟ بعضی صفاتش میگه الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، خصوصا زکات و مما رزقناهم ينفقون باشه. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. انا امنوا همش یعنی که صفات متقین است. بارك الله فيكم. فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى. أنا من اسمه فائدة روزة كي او باعث التقوى بودست. فهمید یک کس فائدة روزة چه یعنی شما روزه میدونید؟ تقوى چه یعنی؟ جماع کل خیر برادر.
تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقاء المحارم والشهوات المحرم، تقوى از حرام کرده ها، تقوى از شهوات های حرام کرده شده. یعنی این روزه واقعا نیست که مثلا شما رو با از شهوات های حلال نگهتون دارد منتو کنه بگیم، یعنی یک مقدار معین از اون دمیدین صبح تا فرو رفتن آفتاب شما رو به ذات قربت نکنه. با شب در اختیار با اون شهوتتون سر می‌کنه میگه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. هم خیلی بی‌بین نمیشه. هم خیلی لباس باید صاحب داشته باشه. هم خیلی یعنی که انسان خیلی که به لباس نزدیکی داره از لباس دور نمیشه، لباس انسان دور نمیشه. زن به مثال لباس مرد میگم آیار گوشیدم زن داره گوشیدم فکر تیار نه. لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. إذا المراد سبحان الله شیخ گپ شد میفرماید که زیرا اینکه انسان وقتی که چیزای مباح بری خاطر فرمان الله را اطاعت کنم گفته ترک میکنه، از باب اولا هست، یعنی لایق است که او، یعنی باید که او حرام ترک کنه، خواه و نخواه حرام ترک کنه. اکنون نگاه کنید نه آخه از آیلن معرم میکنه طول روز هم خیلی هست. شما از آیله به خاطر روزه شده احتیاط میکنه نزدیک نمیشه تا شب هم خیلی این حلال است مباح است هم خیلی اول اینه که طول روز نمیدوشه خوراک نمیخوره، هم اینا مباح است، چیزای مباح الله تعالی میگه که من همین هم که شما عادت کرده باید که بعد روزه و در غیر روزه از چیزهای حرام باید که خواه و ناخواه شما باید احتیاط کنید. هم خیلی است. انا دیدم یکی از سبب‌هایی که متصل از حرزن حرام از چیزهای حرام چشم ما رو کشیدن برای عادت در کار است. عبادت باید که من شما همچون یک عادت شدنش در کار است. این خیلی که رمضان اومد که چیکار من تیارم رو بینیم، نه باید تو رمضان اومدن ما مشق کردم در که رمضان اومدگی بعد لپا کفیدگی چشم مسو درون نره. آمادگی هر یک عبادتای فرض اگر اهمیت داده باشه پیش از انجام دادن و عبادتای نافله مونده تیاره با کمبودیایی که در اونجا میکنه در روز قیامت الله تعالی میبیند که کم و کمبودی در فرض هست ان نافله گرفته در موافق به حدیث علاوه کردن میگیره. دیده برادر الصيام يدربه على تجنب المحارم. دیده برادر روزه انسان مسلمان تدریب یاد میده. تدریب میده چه؟ یعنی پدگتاف کردن تدریب میگوین مشقش یاد میده. تدریب میگه روزه انسان مشق یاد میده و چیکار کردن از پشتی این مشق شما چی میشه؟ از حرام ها یک جانبی میشه. فهمیده؟ از حرام ها یک جانبی میشه. مادامی که شما مباح که روزه که من کرد بعد چی میگه در باره حرام؟ ويدربه على التمكن من نفسه الاماره بالسوء. انسان مشق یاد میدهد، یعنی انسانی که ما مسلمان ها در نظر داریم و چیکار کردن به امکانیت یافتن، یعنی به زیر دست گرفتن در زیر اطاعت خود در آوردن نفسش را. کدوم نفس؟ الاماره بالسوء، همون نفسی که دایم شما رو به کارهای گنده امر میکنن. خیلی امرتون میکنن که از دروغ خلاص میشی. مثلا ای غیبت کن کار خاطر از جمع میشن، ای سخنچینی کن، ای حرام گردی کن. این نفسی چی میگوین؟ اماره میگوین بالسوء. با چه نفسه؟ لوامه. با چه نفسه؟ لوامه. و یطرد عنه الشیطان. روزه از انسان شیطان دفع میرد. روزه وجودی شما در اومد شیطان میبرد میرد. و یلین قلبه للطاعه. قلبی سختی انسان به طاعت ملایم کردن میگیره. لین یلین. فهمید؟ قلب روزه ملایم میکرده است.
ولذلك تجد الصيام أقرب إلى الخير من صائم ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر. سبحان الله. الله نگهدار شیخ. برای خاطر همین است میگم تو انسانی روزدار رو میبینی به خیر نزدیکتر است از اون انسانی که روزه خوره. اگر احمد داده باشه نگو آدمی روزه خوره که در رمضان روزش میخوره اگه بگو بگذاره به سبب یک سبب کنه یا که هم تو روزه خور باشه بگو بدون سبب اون روزدار رو بینه در مسجد اون روزه خور بینه تیز جداش میکنه. بله بعضی روزدار هست که از روزه خور بدتر کارا میکنه و حالا به حکمت روزه نمیدونه. هم خلال تجده يحرص على تلاوة القرآن. روزدار میبینه که این زمان فیض اومد، ماه فیض و برکت اومد، ماهی زهربت که میگن که تابستان اندرسی میبیاد چی با آخه روزی وقتی کاری وقتی موسمی غنداشتی مثال گیریم پرو پیسه های کار سر میشه. انا همین موسمی بزرگه که ما هر اجر ثوابی که دو چند میگیرن در رمضان در دیگه خیلی نمیتونیم گرفتن. انا روزدار میبینه میگه که حرکت و کوشش میبینه در تلاوت قرآن از دستش پرتفتگی نیست. و علی الصلاة به هر جناب پیامبر صلی الله علیه و چی فرمود گفت که 10 ثواب میگیری، الف لام میم 30 ثواب میگیری در روزه، از 30 ثواب تا 700 و ما زیاد میگیری. روزه دار همین فرصتاش استفاده. و یذهب الی المسجد مبکرا. وقتی قامت گفتم مسجد میرن نه از اون پیش میخیزن میرن مبکر بر وقت به مسجد میره. اینا صفتای روزدار گفتن. اگه این شیخ هم دیگه اختارش گفتن ما دیگه اختار میگیم شیخ در مکه ما دیگه اختارش گفتن ما دیگه های پول ما میگیم. الصيام لینه للطاعه و حذبه. این چی خیلی جدا است بود در بیروزگی دیر میرفت در غیر رمضان در دستش قرآن نمیگرفت. چی شد؟ انا جوابش گفته است که لینه روزه چیکارش کرده؟ روزه ملایمش کرده به طاعت. طاعت چیست؟ امتثال امر الله، اطاعت کردن از فرمانهای الله در دنیا طاعت و اجتناب و نواهی انمی هر دوش در درونی چیه؟ طاعت. لماذا فعلت هذا؟ یک کسی میگه که مثلا گریم باید غیبت میگه دروغ میگه لماذا ما کذبت ترکت الكذب چه دروغ پرداختی میگه طاعتا لله. یک کسی میگه برای چی تو راست جواب دادی میگه طاعتا لله. فهمیدید؟ همین برای چی برای شیخ الفهمین الله رحمتش کنه میفرماید که طاعت چیست؟ طاعت در درونش دو چیز داره، امر کرده های الله رو به جا آوردن و از من کرده هاش چیکار کردن؟ اجتناب ورزیدن، دور شدن. بارک الله فیکم. میفرماید شیخ روزه میگه ملایمش کرده به طاعت و حذبه یحذب تهذیب به ترتیبش در آورده. این به ترتیب بود در نظام و در ترتیبش در آورده است همین روزه. كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. همین این نصیحتایی گفتم که همین این کارهایی که به قرآن خوندن و به این مسجد روی و به طاعت و به دیگه هم کوشش و حرکت و همین داخل هستند در قول الله سبحانه و تعالی لعلكم تتقون. روزه گیرید و گوید که اگه دعوا کنه من متقینم ان شاء الله روزه گرفتم گوید قرآن در دست نگیرید. به شکر گفتن زبون شیرین نمیشه برادران. به ششلیک گفتن معده سیر نمیشه. هم خیلی برای ششلیک و برای یک چیز زبون شیرین کردن میجومی در حرکت نمیشه. به تقوادارم گفتم من روزه گرفتم گناه متقین شد نه در درنی تقوا گفت که شیخ که یعنی التقوا جماع كل خیر گفت. اللهم ارزقنا یا رب. فالشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام. اکنون میگو دلیل شهادت حجت از آیت ما درباره چی گذشت شدیم ما درباره فرض بودنی دلیل آورده که روزه فرض دلیلش همین آورد. كتب عليكم الصيام هذا دلیل
على فرضية الصيام. أنا من دلیل است به فرض بودنی و که به فرضیت روزه. یک شما رو پرسد که یک دلیل بیا روزه فرض بودنش و از قرآن میگه که الله میفرماد که کتب علیکم الصیام و فسره بقولهم و قول خود این را الله سبحانه و تعالی تفسیر کرده فرمود گفت که شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه رمضان چنان ماهی است که در اون ماه قرآن را فرود آورده شده است، یعنی الله قرآن نازل کرده است. لأن قوله کتب علیکم الصیام مجمل، چون که کتب علیکم الصیام این دیگه روزها رو گمان نکنید گفته با شما روزه گرفتن رو فرض شده، این مجمل میگه، این اختصارا اومده است. فسره به قول خود با این تفسیر کرد مراد از روزه کدوم روزه میگه. فمن شهید منکم الشهر فلیصم، پس کسی از شما حضور داشته باشد، غایب نباشد، سفر نباشد، در همین شهر یعنی در ماه رمضان در جای خودش برقرار باشد، فلیصم، این روزه را این ماه روزش چیکار کند؟ بدارد. و دلیل الحج قوله تعالی، بعد قوله تعالی بیان که ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اکنون شیخ محمد بن عبدالوهاب دلیل حج را الله رحمتش کنه ذکر میکنه. قول الله سبحانه و تعالی است اونجا که فرمود، الله میفرماد که و از آن الله بالای مردم حج بیت فرض است. اما علا دلاله به چی؟ به وجوب کرده، به فرضیت کرده است. برای الله بالای مردم حج یعنی زیارت خانه کعبه فرض است. من استطاع الیه سبیلا، کسی که به همون زیارت بیت از جهت راه، نفقه، قدرت و توانایی داشته باشد. او باش پاییننده شیخ خودش میفرماید و من کفر، کسی قدرت و توانایی داشته باشد و کافر شود، مبادا این کار کند زیارت حج، فإن الله غنی عن العالمین، بسبب یا که بسبب انکار خانه کعبه، کفر ورزیدنش، الله یه اون کمبودی رو میبیند. فهمیدید؟ چون که الله حاجت به جهانیان نداره، احتیاج به جهانیان نداره. فهمیدید؟ غنی عن العالمین، از تمام جهانیان خودش چه به نیاز است. باید یعنی که غنی در بنی آدم میدونیم خیلی کسی این در الله رو بشیم، الله غنی، یعنی این یک صفت است که وای مثلا محتاج یک چیز نیست که است. فهمیدید برادر عزیز؟ اکنون شارح میفرماید که ادعا الیهود انهم مسلمون، یهودی ها دعوا کردند که ایشان مسلمانند و انهم علی دین ابراهیم فامتحنهم الله، و دعوا کردند که ایشان در دین ابراهیم هستند. نه، الله امتحانشون گرفت جل وعلا في هذه الآية الكريمة وقال قف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، برای الله بالای مردم فرض است زیارت خانه کعبه از درون مردم کسی که به همون زیارت کردن قدرت و توانایی داشته باشه از جهت راه، این راهبری خودش راه رفت و هر نفق خوری که میمونه تو آمده نشه. این خیلی که مثلا تو مکه رسم شو با اینشون همون دیتا از طلبای مکه با $10 $20 میونم خشت برای شاگرد تو امریکا جمع میکنم با حج میکنم میلیون نه خیلی یا علاش کنم رو یه شیخ میگیریم گیرن آدم میونم و حجتای مسجد نشون میدم پولم میتم هم میلیون خیلی فریه باید. وقال فرمود ولله
على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا و من كفر فإن الله غنی عن العالمین. کسی که ناباوری کند البته الله از تمام جهانیان بی نیاز است، محتاج اونها نیست. فإن كنتم مسلمین فحجوا بشن. حج یحجو امر مضارع میگیرد، حجو بس حج کنید. اگر شما مسلمان باشید ای یهود حج کنید. لأن الله فرض حج البيت على المسلمین، چونکه الله سبحانه و تعالی حج خانه را برای مسلمانان فرض کرد. شما دعوا کردید که ما مسلمانیم، مادام که شما مسلمان باشید حج برای شما فرض است. فاذا لم تحجوا و ابیتم الحج، اگر مبادا حج کردنی نشوید و امتناع ورزید، یعنی دور شوید، خودداری کنید از حج کردن، فهذا دلیل علی انکم لستم مسلمین. این دلیل شده است، همین سخن خودتون یا که ترک حجتون خودش دلیل شده ایستاده است که شما مسلمان نیستید. ولستم علی ملت ابراهیم، شما در دین ابراهیم نیستید. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، اگر کسی کافر شود الله محتاج جهانیان نیست. ولله ای هذا فرض و حق و واجب لله، این همین زیارت فرض است و حق است و واجب است برای الله سبحانه و تعالی برای مردم. حج معناه فی اللغه القصد. حج در معناش در لغت چی میشده است؟ قصد کردن. حج البیت یعنی که قصد خانه کعبه. الحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. أنا أياك شمار معرفكم الحج كنت بأمين باجوبته أمين داروسا شاك على أمكي مهم مانید که شما را پرسند اون که حج در لغت چیست و در شریعت چیست، و میگه که حج در لغت القصد، قصد کردن است. در شریعت قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة، یعنی قصد خانه بزرگ کردن و مشاعر، مشعر، نشانه های مقدس، مخصوصا جاهایی که در اونجا مناسک و مراسم های حج ادا کرده می شود، همچون چیه؟ همچون صفا و مروه و مزدلفه و همینا همش مشاعر هم داخل میشن. هر روز نه، در وقت مخصوص. برای چی اینا زیارت میکنی؟ قصد میکنی؟ و میگی ادای عبادات مخصوصه، بودیده برای خاطر ادا کردن انجام دادن عبادت هایی که با خاص به حج می باشن که وای موافقت نمی کنن به دیگه عبادت ندیده. و هیه که همه اونها را اختصارا چی میگه؟ مناسک الحج گفته کتاب می نویسن. مراسم های حج، طرز حج کنین. نه، حج البیت ای مراد از بیت الکعبه، کعبه را در نظر، و ما حولها من المشاعر تابع لها، و هر اونچه که با درگرد اطراف کعبه هسته از دیگر با مشعرها، مشعر الحرام، با دیگر صفا و مروه، همینا تابع میشن برای کعبه. نه، من استطاع الیه سبیلا، شیخ تفسیر میکنه که چی معنا میده کسی قدرت داشته باشد به زیارت خانه کعبه و قصد خانه کعبه از جهت راه. هذا بیان شرط الوجوب، این بیان شرط وجوبیت است. فهمیده؟ یکی از شرط هایی که حج در بالای شما بای شدن واجب شده است، بای شدن باشه، اگر بای باشید ان اینجا همون شرط فرمانسود است. کدام آدم میگن که بای شده است حج واجب شده نکنه. و هو الاستطاعه البدنیه، قدرت و توانایی بدنی در بدن باید که تو مثلا گیریم تو پشتوارم نکنه، مردم برداره برید اونجا، ابا مردی تو کی میبرد؟ وقت خودش میبرد، مردی تو میبرد دام 40 گراد 50 گراد گرم میگه. ولی استطاعت المالیه، استطاعت با استطاعت مالیه، پول پیسه درصد گدایی نره بی خالته نگیری. وای بر برای ما
گدایی به زبان عربی مسئله تشمیه کنیم. مسئله ولی ما کتاب نویسن شیخ محمد ابراهیم الله نگهشون دوره یه وقت کتاب خوندن دم المسئله بد بودنی گدایی بد بودنی تنقید بودنی اصلا پرسیدن با بعضی ها همون بعضی مروسان به طریق نقلی میگیم خب مریدا جمع شده گفته با جمع ممکن نیست. اعوذ بالله کسی به این نیت روا دیگر همون در همون افت اندامش نگاه میکنید که چشم جور چند آدم ها هستن بعضی آدم ها ناموشون گرفتن شرط نیستن میگون که ما مفتی میبرن مفتی ها که روسی رو ما در نظر داریم مفتی میبرن ما همون به رفته رسیدن ببینیم تمام دیگه نمیبینیم مثلا کجا وقتی ما خود خوراک میبینیش تمام دیگه توست دعوای بیچاره با پرسیدم که ما بتون کارهای دینی قدم کارهای دینی بعد حج پیش یکون تشکیلات‌های دینی کار نمی‌کنه وقت حج غیر از بویا کار می‌کنه یکون تشکیلات‌های جمعیت‌های دینی کار نمی‌کنه وقت حج الا بویایی که میشه در کیسه‌شون پول پیسه آوردن که اون جایی لایق جا وقتن اینا رو می‌بینید چیکار می‌کنن میگردن دکمنت پیشنهاد کنه بله استطاعت مالیه الاستطاعت البدنیه اكو شرح میده مراد از قدرت توانایی بدنیش چیست و مراد از استطاعت مالیه چیست میفرماید که الاستطاعت البدنیه بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده الى مكة في اي مكان من الارض هذه البدنية. خب يا اکنون نگاه کنید اگر گپ زنده دیگر میگن که اینا علما شیخای سعودی دیدن همین نمیفرشون رفتن آدم ازدحام نشود گفته آدم رو حج تیره نه استطاعت بدنی این است که انسان قادر باشد تواند راه رفتن و سوار شدن الانتقال من بلده الى مکه از همون کشور خودش به مکه رفتن تواند خواه به طریق اتوبوس باشد و خواه هواپیما باشد و یک چیز دیگه در کدام کنج از زمین که نباشد هذه البدنیه یخرج العاجز عجزا مستمرا انا همین میگود استطاعت بدنیه گفتن اون معنا رو دارد که عاجز را خارج کرده الله گفته که قادر باشه به حج کنه دوست قدرت بدنی اکنون انسانی که اگر همین خیل باشد انا من حج رفتن میتونم اگر ما بادا عاجز باشه چخیل عاجز عجزا مستمر را ناتوانایی بردوام یک بیماری هست که شل شد دیگه تمامه اما در پاش هم مخ دیگه میتونه و مستمر نیست تبوبت کنون رفتن میگرد یا مخ میشه پاش هم زده کالمریض مرضا مزمنا مانند یک بیماره که وی مبتلا است به بیماری مزمن دائمی مزمن والکبیر الحرم و یک کسی بزرگی پیرونسال یک کسی 9 سالش رفتگی بی نهایت پیر شدگی است اینم در تحت خود همون یعنی که عاجزی مستمر داخل میشه فهذا ليس عنده استطاعة بدنية چنین کس میگو قدرت بدنی ندارد فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. شیخ میفرماید که اگر همین خیل آدم عاجزی مستمر که گفتم شما فهمیده بیماری دائمی یا که پیرونسال برجو افتیده همین خیلی انسان باشد در برابر این نه که بای پول و پیسه داشته باشد که پولاشو عبارات داشته باشد بیچاره که مسپده تاجیکستان من با اون پنسیه میگیره نه که با های بازه ممکن در تلفوی دوشن باشد اگر میگو قدرت مالی داشته باشد این کس نایب میگیرد یک کس با جای خود یک کس میگیرد
از نام او حج میکند، اون حج چی میگفتن؟ حجت الاسلام میگفتن. هم خیلی برای حجت الاسلام در جفت چه میگه؟ حج بدلش میگه. نه فهمید؟ اما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقل الراحلة أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة كل وقت بحسب. اما قدرت مالیه چیست؟ وای فراوان بودن مرکب، یعنی که مهیا بودن مرکب، سواره ترانسپورت میگه، نقلیات باید داشته باشد. اون نقلیاتی که را میبرد، یعنی قلوه هر کشور به اون کشور مقدس میبرد. باش راحله اسب و اشترو، یا که از سیاره نقلیات ماشین، او طیاره یا هواپیما سمالیات، او باخره یا که چه؟ کشتی. در هر یک وقت مناسب به وقت خودش. مثلا خنک است با اشتر و با اسب و با ماشین رفتن نمیتونه، مثلا کشورهای خنک باشه، یعنی که مناسب وجود هواپیما است. یا که یک کسی که در ساحل بحر زندگی میکنه، اون طرف بحر هم سعودی است و مناسب برای چه سفری بحری میکنه. هر یک فصل هر یک دوره موافق به همون دورش دیده کار میکنه. و یکون عندهم مال یستطیع ان یوفر له المرکب. این آدم میگه مال داره، میتواند که چیکار کنه؟ برای خود مرکب رو مهیا کند. الذي یمتطیه لاداء الحج، همون مرکبی که وی را یرکب بوده، یمتطیه سوارش میشود برای خاطر ادا کردن حج. و ایضا الزاد، همچنین زاد میدونه توشه. الزاد یکون عنده زاد، معنای زاد این است که انسان خوراک دارد و نفقه له فی السفر، و یک کلو پیسه دارد، نفقه دارد، خراجات. نفقه است معنای داشتیش خراجات دارد برای خود در سفر. ذهابا و ایابا، ذهابا و ایابا، رفت و آمد. دیده این شهر خزید می‌کنه، رفت و آمد و گپ پیش گرفته. ولمن یمونه یکون عندهم کفایتهم، و همون خوراک باید برای کسانی باشد که یمون و ها رو چیکار میکنن؟ معونتی ویاره، خورد و خوراکی ویها در گردنی وی باشد. همسوده؟ یعنی که یکون عندهم کفایتهم، در نزد همون خاندانش کفایتی اونها باشد، بسندگی ویها باشد، الی ان یرجع الیهم، تا گشت و اومده نشد. این خیلی شد که با مثلا پدر یا که اکا میگردید میبیاد، با یک سال دراز دیگه چیکار میکنه؟ انا قرضایی که زنش همسایه گرفت و مثلا فرزنداش دیگه یارو دوستاش گرفتن برای نمرینده که تو دادم حج اومدنه. انا خیلی نشد. فهمیدید؟ فزاد معناه ان یکون عنده ما یکفیه فی سفره. زاد معناش همین بود است که انسان همین خیلی چیز دارد که در سفرش بسنده میکند، رفت و آمد. و یکفی من یمون من اولاده و والدیه و زوجته، با همون خورد و خوراکه کفایه کند کسانی که یعنی که نفقی و ها در گردنی وی میباشند، از فرزندان و اولاد که دختران داخل میشن، پسران و والدیه پدر و مادرش و همسرش. و کل من تلزمه نفقته یؤمن لهم ما یکفیهم، یعنی میگوید که هر کسی که در گردنی وی واجب است خوراندن پوشانیدن او، برایشون چیکار میکنه؟ امنیت عطا میبخشد، آماده میکنه خوراک اون قدری که یکفیه بسنده کند و یاد. حتی یرجع الیهم بعد تأمین سداد الدیون، تا برگشته اومدن بعد از این که چیکار کردن؟ تأمین سداد الدیون معناش این که یعنی مهیا کردن بسط قرضها، یعنی باید که قرضا رو چیکار کند؟ ادا کند. این کان علیه دیون، اگر قرضدار باشد. یکون هذا المال فاضلا بعد سداد الدیون، انا همون مالش زیادتی کند بعد از یعنی که درهای قرض میبندد.
یعنی خلاصه قضا که ساقط شد پول پیمان باشه دیگه مثلا حج میرم با خیلی که مثلا با آدمای خیر خوشا میگن چیکار کنم در دلش رو ارمان که هیچ خیلی حج میرم که میگن ها پولی من ندادم باید که قرضات ادا کنید بعد مثلا حج بریم دوست داشته فاذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيل انا همین گفته‌های در بالا ذکر شده که فراوان شوند پر شود انا همین سبیل همین میگفتم الزاد والراحله خلاصه خوراکه و یعنی که تراست إن يوتز أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديث ابن عباس الشيخ رضي الله عنه ومن لم يستطع أي من ليس عنده زاد كسي قدرة نداشت يعني كسي زاد نداشته باشد ولا زاد میبود از من ادبی تاجیکی زاد میبود وراحله یعنی که چیزی سوار میشدگی نداشته باشه فلیس علیه حج در گردنش واجب نیست لانه غیر مستطیع چون که باید قادر نیست فشرط وجود بالحج هو الاستطاعه شرط واجب بودن حج این چیه استطاعت است میگم عبادتی که مثلا گریم خدا تعالی شرطش مونده که سبکی داده که فرض اینه که شرطش مونده یعنی حج میشه این عبادت چی میگه این عبادتی بدنی و مالی و عبادتی با مثال بگم هم اعتقادی هم باشه ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق ويحتاج إلى مؤنة ففيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة إذا شخص مثلا مادامی که وقتی که حج را ادا کرده می شود از دور از جای دور اومده برد زیارت همین خیلی دارد از روی که عموم گفته شده است که شیخ بزرگه برای کسانی که از گرد اطراف از دور که او را انجام آمده اجرا کرده می شود از تمام قطعه های زمین از تمام یعنی که فج عمیق گفته یعنی که راه های دور و احتیاجی به پول و پیسه دارد در این نوع عبادت مشقتی است عذاب است بعضا خطر روی دادنش ممکن است یعنی که کشتی غرق میشه و الله نکند مثال بریم هواپیما میترکد میافتد کار میبراید خیلی است یا که راهگم میزنند یعنی مشقت و خطرها میشد راهزنا راهش میدارن مهربانی الله را یکی از نشانه های مهربانی الله همین است که حج را در عمر یک مرتبه قرار داد یعنی یک مرتبه فرضش گردانید و ما زاد علیه فهو تطوع از یک مرتبه با زیاد اگر حج را رنگ مفتی های ما امامان با میبینید چه این تطوع میبینید یعنی نافلش میبینید هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث لم يوجبه على المسلم كل سنة إنما از رحمة الله سبحانه وتعالى اسكي ورا برای مسلمان هر سال واجب نگردان فرضش نگردان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا و درستی الله برای شما حج کردن را فرض گردانید واجب گردانید شما حج کنید قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه أكل سنة يا رسول الله آیا هر سال حج کنید شما حج کنید فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و خواب شد ثم اعاد السؤال با سوال تکرار کرد فسكت عنه النبي صلی الله علیه و آله و بی جواب جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گذاشت ثم اعاد السؤال بعد یعنی که سه مرتبه سوال تکرار کرد فقال النبي صلی الله علیه و آله جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که لو قلت نعم اگر من ها میگفتم لوجبت هر سال حج کردن چی میشد واجب میشد ولما استطعتم و قادرم نمیشدید الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع حج یک مرتبه از یک مرتبه زیادش این تطوع است نفل میباشد و هذا من رحمت الله این از رحمت الله سبحانه و تعالی اشاره قال اخرجه الامام احمد في المسند و ابو داود و النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
وقوله سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى فرمود که کسی کفر ورزد البته الله از جهانیان بی‌نیاز است. فيه دلیل على أن من امتنع عن الحج، این دلیل شده است کسی که از حج کردن باز است، حج نمی‌کنه و هو یقدر، حالا که قدرت دارد، توانایی دارد، شروطی در بالا ذکر شده، ولم یحج، حج نکند، فانه کافر میشه. نعوذ بالله، اعوذ بالله. فهمیدید؟ کافر میشه. لأن الله قال ومن كفر ای من ابى ان يحج، کسی از حج کردن ابا کند و هو قادر على الحج، حالا که او قادری حج کردن است دارد، فإن هذا كفر، این عمل کفر است. قد يكون كفرا اصغر، بعضا کفر اصغر شدنشون که از ملت اسلام نمیبره، ولی گناه کبیره. فمن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر اکبر باجماع المسلمین، اگر کسی او را ترک کنه با در برابر ترک کردن انکار کنه که حج در کار نیست، با وین وجوبیتشه. مثال یا که بعضی کسان میگن برای گناهگاران رو کی عکس گناهشون میگه واجب نیست. این کفر اکبر است به اتفاق مسلمانان اجماع. اما من اعترف بوجوبه و تركه تكاسلا فهذا كفر اصغر، اما اون کسی که اعتراف نه وجوب بده میدونم فرض ولی از جهت تنبلی ترکش کنه دیگر این کفر اصغر است، عملا نمیبره. ولكن اذا توفي، ولی این انسان اگر میره و کان له مال، مالدار باشد، بعد مردن مال پول پیسش مونده باشه، تنبلی حج نکرده، فانه يحج من ترکته. البته میگوید از همون ترکه، از هر چی ترک گذاشت بعدی سری خود همونا رو گرفته چیکار میکنه؟ انجامش حج میکنه. لانه دین علیه لله عز وجل، چون که این قرض هست بالای او برای الله سبحانه و تعالی. این بالاش این از الله قرض دیگه، بالاش برای قرض الله را داده. و هذه الآیه فيها وجوب الحج، در این آیه وجوب حج است. وهو ركن من أركان الإسلام، إن میگود ركن از ركنهای اسلام است. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل المشهور سبق تخريجه. و جناب پیامبر صلی الله علیه و بیان کرد که حج رکن از ارکان اسلام است در حدیث جبريل عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عمر هم گفته بود گذاشتیم. وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول، باید قول حج در سال نهم فرض شد، یک قول است. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ولی در این سال حج نکرد جناب پیامبر صلی الله علیه و انما حج في السنة التي بعدها، در سال بعد نهم حج کرد، في السنة العاشرة در سال دهم. لماذا؟ چرا؟ سوال میاد. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشركا ولا يطوف بالبيت عريان. زیرا که جناب پیامبر صلی الله علیه و حضرت علی را فرستانید که ندا میکند در میان مردم در موسم، یعنی در مراسم حج. مراد از ندا چی بود؟ بعد از همین سال یگون مشرک دیگه چیکار میکند؟ حج نمیکند و خانه رو یگون برهنه طواف نمیکند. اما خیلی با عادت ها بود که برهنه بعضش لطف شده طواف میکرد. اما خیلی اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وقتی که مشرکا و برهنه ها را از حج کردن منع کرده شد در سال کدام؟ دهم، و جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کردن حجة الوداع. بله. دوام شد.